شهرداری دوشنبه روز 19 اپریل خبر داد که کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که تو این دم در خیابان رودکی 80 واقع در قنات چپ بنای سابق قصر پرزیدنت فعالیت داشتند، پوره به بنای سابق مرکز تحقیقات استراتژی در سراغ خیابان رودکی 40 کوچیدند و ساکنان و مهمانان پایتخت از این به بعد برای حل مشکلاتشان می توانند به سراغ نو شهرداری مراجعت کنند. معلوم نیست که این بنا قرارگاه نهایی شهرداری دوشنبه است یا بازم قرارگاه موقتی. یادآور می شویم در پی به اجرا در آمدن نقشه بازسازی مرکز پایتخت تاجیکستان این علاقه بار دوم است که شهرداری دوشنبه تبدیل مکان می کند. در پی تخریب بنای قدیمی شهرداری در شفت وزارت کشاورزی و در نزدیکی میدان دوستی، کارمندان شهرداری پایتخت تاجیکستان در سال 2020 اول به قنات چپ بنای سابق قصر پرزیدنت در خیابان رودکی 80 کوچیدند. در این بنا بعد تبدیل مکان کردن کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت، تنها کارمندان کمیته سیاحی و شهرداری دوشنبه فعالیت داشتند، ولی سال 2021 تخریب بنای قصر پرزیدنت نیز آغاز یافت و ضرورت از این بنا هم کوچیدن کارمندان پیش آمد. کارمندان کمیته سیاحی را پیشتر کوچاندند و اکنون کارمندان شهرداری دوشنبه نیز به بنای نو کوچیدند. قبلا در این بنا مرکز تحقیقات استراتژی و خبرگزاری دولتی خاور جایگیر شده بود. سال 2020 کارمندان مرکز تحقیقات استراتژی را به بنای اتحادیه رسامان کوچاندند و خبرنگاران خاور را در بنای مأموری چاپخانه شرق آزاد معروف به گژکه که در پهلوی دریای دوشنبه در شفت سیرک جایگیر شده است جابجا کردند. بر اساس نقشه بازسازی مرکز پایتخت تاجیکستان در مرکز دوشنبه بر پایه بیش از 200 میلیون دلار کمک بلاعوض چین قرار است بناهای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان و گلگشت و فواره ها ساخته شود. از سال 2017 رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بر دوش دارد. رستم امامعلی که 34 سال دارد همزمان از سال 2020 رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان نیست است و طبق قانون اساسی بعد پدرش رهبر دوم جمهوری دانسته می شود.